حضرت لقمان هم چه وصیت کرد که تو به خدا شریک نگیر. وصیت های حضرت لقمان دوام نیابد. و وصینا الانسان بوالدیه فحملته امه وهنا علی وهن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. خدا میگه که ما انسان عهده‌دار کردیم، پدر و مادرش را باید نیکی کند. مادرش او را مشقت بالای مشقت چی به دنیا آورد. مشقتا علی مشقت مفسران میگن یا ضعفا علی ضعف. مادر از روزی که نطفه پدر در رحم او میافتد بیماری را حس میکند. خدا چی میگوید؟ ما شما را عهده‌دار کردیم که پدر و مادرتان را نیکی کنید. شما رنج پدر و مادر نمیدونه. مادرتان روزی که نطفه پدر در رحمش میافتد بیمار میشود، میانش درد میکند و شما را چی از سرما نگه میکند، کار خانه میکند و میانش بستگی است. مبادا کودک من از خانگی نیفتد. بالاتر از این وقتی که شما کلام میشه پا میزنی در شکم مادرتان. پا زدن در شکم نازک درد میکند، مادر میخندد، داد میگوید و میخندد، هم دردش میکند هم خرسند میشد که فرزند من است. خدا به یاد بنده ها میبیارد شما چیزا را فراموش نکنید. این مشقت ها از روزی که نطفه به رحم مادر میافتد تا بزرگ شدن شما چی و فصاله فی عامین، تا 2 سالی که شما چی سینه مادرتان در سر میزنید. مالدارا، چاروادارا گوسفنداتون از بره هاشون جدا میکنه که میگه که گوسفند برهش اگر سر زنه گوسفند فربه نمیشود. شما 2 سال سینه مادرتان در سر زده گفته، شما را جدا نکرد، خرسند بود، همه کار همه فتا پیش شما میآمد. خداوند به یاد شما میرسونه که این چیزا رو فراموش نکنه. ان اشکر لی، تو مرا شکرگزاری کن. سپاس مرا گفتی من تو در مثل مادر و پدر مهربان آفریدم، تو را برداشت 9 ماه و 2 سال دیگه تو سینه میزدی و تو را جدا نمیکرد، خرسند میشد باز. ولی والدیک، پدر و مادرت هم شکرگزاری کن که ما که اونها را آفریده بودم البته سبب هم شده بودن به بزرگ شدن تو. الی المصیر. اگر شکرگزاری نمیکنی تو کجا میروی؟ الی المصیر. خدا میگه بازگشت شما به سوی من است، شما جای دیگه نمیروی، حتما به طرف من میبیایی. و این جاهداک ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر تو خدا نکرده مسلمان نبودند، کافر بودند یا از دین بیدین بودند، چه؟ تو را گفتن که به خدا شریک بیار، تو را گفتن که خدا را عبادت نکن، در این صورت پدر و مادرت اطاعت نکن. در این صورت چه؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. این وقت پدر و مادر اطاعت نمیکنی. اگر گویا شما نماز نخونه، اگر گویا روزه نگیره، شما وقت پدر و مادرتان چه؟ اطاعت نمیکنی. و صاحبهما فی الدنیا معروفا. با وجود کافر بودنشون شما در دنیا با اون مناسبت خوب کنید. مدام یک مقال هست پدرها میگن که اگر پدر و مادرت خوب شود خوببانی کن. راست این آیت قرآن است. و صاحبهما فی الدنیا معروفا. در هر حالتی که باشد در کار دنیا شما آنها را خوب نگه کنید. پولداری بیمار شد پیش دکتر براش، لباس خوبش پوشان، خانه خوب، فقط در کار دین اطاعتش نکن. واتبع سبیل من اناب الی. پیروی کن راه مؤمنا را. دیگه در این صورت پدر و مادر تا در نماز بی نمازی در بیروزگی پدر و مادر تا پیروی نکن، مسلمانان را پیروی کن. ثم الی مرجعکم. خداوند تاکید میکند یک بار دیگه، بعد از آن
شما نزد من می آیه فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ما شما را خبردار میکنیم که در دنیا چیکار کرده. ما شما را گفتم پدر و مادرتون احترامتون نکرده، اگر کافر هم باشن احترامشون کنه، شما نکرده بوده. ما شما را گفته بودم مرا عبادت کنه، نکرده بوده. اینا آمده تو اینا ما شما را خبردار میکنم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امروز دهنها را مهر میزنیم، دست و پاها گواهی میدهند، ملائکه هایی که می نویسند گواهی میدهند. البته خدا میداند برای که ما قبول کنیم این چیزا را شاهد قرار میدهد. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. ای پسرکم، حضرت لقمان بچه میگوید کارایی که تو میکنی خواه خوب خواه گنده، اگر به اندازه یک ذره باشد دانه خردل، از این چیز دیگه چیزی میده نیست. اگر همین قم باشد، در مغز سنگ ها باشد یا در آسمان ها و زمین باشد، ما او را خداوند نشان میتید. خداوند مشکاف باریک بینه، این چیزا چی؟ ضایع نمیشوند. یعنی اگر شما به اندازه ذره کار خوب کردگی باشه، خدا او را نشان میده، ضایعش نمیکنه. منت نکنه در دنیا من نماز خواندم، من 40 سال که یک مردم نان دادم، نه. کدامش خوب است درگاه خداوند هست، کدامش بد است درگاه خدا، به اندازه ذره. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. خدا دعای بنده ها را مستجاب گردانید، گفت که من عمل شما را ضایع نمیکنم. خوبی ها باشد در پس ضم می شود، بدی ها باشد در پس ضم می شود. یوم نضع موازین القسط، روزی که ترازوهای عدل ما در مابین مانده، این عملاتون را نشان میدیم. تصدیق نشو که یک کاری خوب کرده بودی خدا او را نیاورد، میبیارد. در عین زمان تو خرسند نشو که کارهای معده تو به نظر گرفته نشده، میبیاید همش. البته با چند چیزی هست که سبب از بین رفتن گناه های خرد می شود، یا انسان بعضی گناه ها را خرد می شمارد. گناه ها را خرد نشمارید، اگرچه گناه های خرد هستند. علما میگویند که لا تنظر الى صغر معصیه ولكن انظر الى من عصیت. تو چی نگاه نکن که یک گناه اندکک کردگی، تو این را فکر کن که کی را نافرمانی کردی. تو خدا را نافرمانی کردی، کسی را که ذاتی را که تو چی با یکه یگانگیش ایمان داشتی، ذاتی را که تو باور داشتی که یک روز تو را میخیزاند میپرسد، ذاتی را که با تو چی جنت وعده کرده بود، یا ذاتی را که در برابر جنت وعید با تو دوزخ چی گفته بود توسط پیامبر گرامیش که اگر تو نافرمانی نکنی من تو را به آتش جهنم میاندازم. حضرت لقمان در دوام این نصیحتش پسرش میگوید یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. حضرت لقمان پسرش چی گفت؟ میگن پسرش ساران نام داشت. ای پسرکم تو نماز خوان. مفسران میگن برای چی نماز است؟ میگه ای همه عمل بدنی بزرگ این نماز است، یک چیزی که انسان با جوارحش میکنه، میخیزه از پسش میرود. بسیاری عبادت های هستن که چی؟ مالی هستن، بسیاری عبادت های هستن که زبانی هستن، اما این نماز هم زبانی هم عملا هم قولا باید انجام داده شود. و امر بالمعروف، مردم به کارهای خیر گفت دلالت کنه پسرم. برای کار خیر دلالت کردن و کار خیر دانستن در کار، خواندن در کار، فهمیدن در کار. و انه عن المنکر، از کارهای بد پسرم چه؟ مردم دور دار.
برای مردم از کارهای بد دور داشتن باید چی دونه که کدام کار بد است. وگرنه از کجا میگونی مردم چی میگه این کار بد است؟ میگه کی گفت؟ در کجا گفت؟ بخصوص حاضر چی؟ یک زمان نشده است که الحمدلله جوانو هوشیار شده، یعنی یک گپ میزنه میگه گپ در کجای دیگه افسانه گفتن به کار نمیرود. واصبر علی ما اصابک، تو صبر کن مصیبتایی که بالای تو در نبیاید. مصیبت چی؟ مصیبت چند نوع میشه، این معنا را نداره که فقط فرزندات مرن با تو صبر کنی، نه. مصیبت در عبادت میشود، مشکل است، هین است، دشواری است. مصیبت در دعوت میشود، بالای سر در مصیبت ها میبیاید. دعوت کردی فقط چی؟ همسایه ها میگن که کیه این ها فلانچه نیست؟ دشنو میتن پدرت مادرت، این کیه این گپوی نو میگوید؟ همه اینو مصیبت هستند. حضرت لقمان چی؟ پسرش چی گفت؟ واصبر علی ما اصابک، در این راه برآمدی تو مصیبت ها پیش میبیاید، حتما صبر کن. این ذلک من عزم الامور، این کارهایی که من تو را گفتم نماز برپا دار، امر معروف کن، نهی از منکر کن، صبر کن، صابر باش، این از همه کارهایی چی هستند؟ کارهایی هستند که سبب نجات تو میشوند. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخورا. در راه متکبرانه راه نرو، نگو که خودم شاه و طبعم وزیر، نه. رو تا طرف مردم ترش نکن، با مردم با نظر تکبر نگاه نکن. تو بنده هستی، بندگی را فراموش نکن. پسرم چی گفت؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست نمیدارد متکبرا را. خدا آنهایی که خودشون از دیگه مردم بالا میدونن اونا را دوست نمیدارد. خداوند اونایی که فخور، مفسران میگن فخور کسی که میخواهد سخناش جذاب باشن، مردم در گردش جمع شوند، در گرد سخندان جمع نشوه، در گرد سخنش جمع شوه. چی میگوید؟ کسی که با سخنش مردم جذب میکنه، بیا با سخنم آب رفتیم، مردم در گرد من جمع شوند، طرفدار من شوند، خدا دوستش نمیدارد. این دین با کتگی پیش نمیرود، این دین با زوری پیش نمیرود. این دین در انمو عمر خطاب در کار انمو جامعه دریدگی انا همین قطعی پیش می رود. خود تا از دیگران بالا دانستی سخنت بی تأثیر می شود. مردم در پیش تو را ها میگن، از کفات تو را دشنم میتین. این الله لا يحب كل مختال فخور. خدا دوست نمیدارد متکبرا را. خودتون از دیگران بالا ندانه، بنده انمی را فراموش نکنه، بنده غافل نشوه. مبادا غافل شده توبه کنه. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبه را پیش خدا بره. مبادا خدا نکرده با مال دنیا پیش دیگه برادراتون را کبر کرده، بچی منصب پیش برادراتون خودتون کلان نشان داده، با پدر و مادرتون فخر کرده خودتون کلان نشان داده، با علمتون فخر کرده خودتون نشان داده. توبه کنه. خدا دوست نمیدارد. این رفتاری تو را خدا دوست نمیداشته. وقت فی مشیک، وقتی که راه میروی آرام راه رو، نه آهسته آهسته، نه تیز تیز، نه متکبرانه، نه گردن کجاله شدگی. وقت فی مشیک واغضض من صوتک، آوازتان بلند نکن. در جایی که جمعیت است، در جایی که سخن نادرست قطعی آواز تا بلند نکن. بسر مردم داد نزن در وظیفه ایستادی. پولدار باشی بسر زیر دستات داد نگو میگوید. این انکر الاصوات لصوت الحمیر. خب آوازی که بیفایده است، خدا چی میگه؟ از همه آوازی بد آواز خر است.
هستند، آدمایی که چند سن دارن یا چند کرسی بلندترک دارن یا که پدر و مادرشون کلانتر هستند یا که یک چیزی دیگر، یک به خودشون فکر میکنن که از مردم یک چیز دیگر دارن، با سر مردم این خیلی گم میزنن. تو این کار کن، یعنی من بلند هستم تو پا نکن. وقصد فی مشیک، میانه رو باش. وقصد من صوتیک، آواز هم نگاه تو بسر کی داد زدیسی. این انکر الاصوات لصوت الحمیر، ای همه آواز بد آواز خر است. پیغمبر خدا چی گفت؟ وقتی آواز خر میشنوی اعوذ بالله گویی. خر شیطان دیده است، میگه که هنگس زده است. آواز سگم شنویده نباح الکلاب، اللهم انی اعوذ بک من نباح الکلاب و نحیق الحمر. خدایا من از عکاس زدن سگها و از آواز خرها هنگس زدن خرها به تو پناه میجویم. این چند نصیحت حضرت لقمان به پسرش بود. ما هم پدر هستیم، یعنی شما هم پدر هستین. خدا اینا رو برای قصه نآورده، افسانه نیستن اینا. خدا اینا رو آورد ما را گوشزد کرد که این همیشه پدرها بودن، همیشه فرزندا را نصیحت کردن و همین فرزندا همین نصیحت همیشه پدرها را بعد در قرآن جای دادم. ما گفتیم که لقمان چی؟ پیغمبر نیست، یکی در قرآن یک سوره است به نام لقمان. وصیت‌های لقمان در همیجا نماند، وصیت‌های لقمان خانه رود. اولش چی؟ رنگ لقمان خدا منت کرد که حکمت ما تو داده هستم. یکم چیز، اگر دارنده هسته دانه که خدا داده است، اگر دانا هسته دانه که خدا داده است. این از شما وابستگی ندارد، رنگ شما بسیار هستند ندارد. دیگر چی؟ پدر و مادرتان فراموش نکنید. خدا عهده‌دار کردگی، وقتی که عهده‌دار کرد در پشت ما نشیزد میپرسد کنی این چیز و وصینا ای عهدنا، ما عهده‌دار کردیم فرزند آدم که پدر و مادرش را نیکی کنه. کرده؟ نه. اگر چی پدر و مادر کافر هم باشن در کار دنیا اطاعتشون کن، در کار دین نه. بسیار شنیدیم که چی بچه ها گفتن پدر و مادر من کافر است. نه نعوذ بالله. خوب باشد خوب بانش میکنی، یعنی می آیت دلیل است. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا چی کاری که نکرده باشن کافرن چند تا وقتی که تو را به دین غیر نعوذ بالله به غیر اسلام امر نمیکنن یا از کارهای اسلامی من نمیکنن، تو اونا را اطاعت کن. این هم فراموش شده است. بالاتر از این چی؟ شما ذکر نشده یگان خوبی کرده فراموش نشده. خدا چی گفت؟ حضرت لقمان پسر شد خدا اگر این خوبی شما در مغز سنگ باشد، در آسمان این کاری خیره کرده باشه یا در زمین کرده باشه، روز قیامت این را نشان سن میتیه. این ما قبول فراموش نشده است. این چیز بد هم باشد همین قدر باز این چیز فراموش نشده است. دیگر چی؟ حضرت لقمان پسرش چی گفت؟ اقیم الصلاة، نماز برپا دار. فرزندا را گفتن نکن، نماز برپا دار. امر به معروف کن، نهی از منکر کن. مشکلات در زندگی بسیار است، بالای سر و دمه بیا شکر کن، صبر کن. نخیر بلوا نبردار، داد و وای نکن، چند کسی دیگر را گناهگار نکن، صبر. دیگر چی وصیت کرد؟ نصیحت کرد پسرش. طرف مردم رو تا توش کرده گپ نزن. تو کی؟ در راه چی این متکبرانه راه نرو. با تأکید کرده بود ای پسرم ان الله لا یحب کل مختال فخور. خدا دوست نمیدارد متکبرا را، خدا دوست نمیدارد اونایی که سخن بازی میکنن و مردم چی با سخناشون در گرداشون جمع میکنن. میانه رو باش. همین چند نصیحت حضرت لقمان به فکرم برای ما امروزش کافی است. حوا هم خنه کرد.
من چند دقیقه درباره نماز عید گپ می‌زنم. میره صدها بار شمرده اگر فکر من کفایت میکند. نماز عید، دو نماز عید واجب است برادران. پیغمبر خدا امر کردگی هستند، فرزنداشون برآوردگی هستند. کان یخرج نساءه و بناته، بر زن و مرد واجب است. نماز عید در مصلا میشد، یعنی در یک میدان میشد. الحمدلله میگن در تاجیکستان هم طرف اورنگزاباد یک جده میشود. چند سال بوده اونجا میشود. همین سنتیش هم همین است. حتما شرایط نیست، میدانو برف هستند یا شرایط نداریم. از همین خاطر انشاءالله چی؟ نماز همینجا را ادا میکنیم، میشود خدا خواهد. و در مسئله قربانی حتما باید بعد این نماز کشته شود. من ذبح قبل الصلاة فلیس من النسک شیء. پیغمبر خدا گفتن کسی پیش از نماز ذبح میکند قربانی نیست و گوشت است. فانه لحم قدمه لاهله، یک گوشت است که اهل ایالش داده است، قربانی نشده است. و درباره قربانی بسیار شنویدگی ها داره. الحمدلله درست است که لنگ نباشد، یعنی معین نباشد لنگش، کورش معین نباشد، بیماریش معین نباشد، کسلیش مول کسلی نباشد، گوشش بریدگی نباشد، اما شاخ شکسته را هیچی نمیگم. دیگرش چی؟ از روز گوسفند 1 ساله باشد، تنی یعنی مادرش با تولد کردگی باشد. از گاو 2 ساله باشد، از شتر 5 ساله باشد. میگن همین تنی، کلمه تنی همین خیلی، یعنی گاو 2 ساله باشد، گوسفند باز 1 ساله باشد. بز گوسفند برای 1 کس، گاو برای 7 کس، شتر برای 7 کس. و دیگر اینکه وقتی نماز عید قربان از عید رمضان کمتر فرق میکند. وقتی نماز عید قربان باید بروقتر باشد. ما برعکس میکنیم، عید رمضان رو بروقتر میکنیم، عید قربان رو دیرتر. و دیگر اینکه در روز عید رمضان سنت است که یگان چی خورده رود. در روز عید قربان سنت است که نخورده رفته از قربانیش خورد، یا حتی اقل بعدی که از نماز برگشت بعد خورد. کوشش کنید قربانی ها به دست خودتان باشد، روی نور طرف قبله باشد، بسم الله گفتگی باشد. کسی قصداً بسم الله نمیگه، میگه در کار نیست، میگه مالش خوردن نمیشوم. اما فراموش کرده باشد، قصاب باشد، مسلمان باشد، فراموش کرده باشد مالی خوردن میشه، برای که قصداً نگفته دلش داد فراموش شده. درباره نماز عید، پیش از نماز عید، بعد نماز عید نماز نیست، اذان و اقامت ندارد. نماز عید 2 رکعت است. وقتی که بسم الله نیت کرده سبحانك اللهم خوانده، پیش از قرائت چی؟ علما اختلاف دارند. در روایت های صحیح میگن رکعت یکم ده 7 تکبیر، رکعت دوم ده 5 تکبیر. در حدیث های صحیح آمد است اول دم 4 تکبیر، دوم دم 4 تکبیر. و چی؟ در امام شافعی میگه که در اول 7 تکبیر، در دوم 5 تکبیر. امام مالک و امام احمد میگن در اول 6 تکبیر، در دوم 5 تکبیر. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه در اول هم 3 تکبیر، در آخر هم 3 تکبیر. و در مذهب ما درست است که از 3 تکبیر تا 16 تکبیر گفته شود، مقتدی اطاعت میکند. از 16 تکبیر زیاد شد میگن دیگه مقتدی وظیفه دار نیست اطاعت کردن، دیگه امام پیروی نمیکند. و در مذهب خودمون میگن که اول 3 تکبیر که گفت قرائت میکند، رکوع میکند، سجود میکند، رکعت دوم نمیخیزد، قرائت میکند. بعد چی؟ پیش از رکوع تکبیرها را میگوید، بعد رکوع میکند، یعنی بعد از قرائت. و جایز است که پیش از قرائت باشد. البته این نماز که 1 ساعت 1 بار است یا 2 بار است، از همین خاطر مردم فراموش میکنند. لیکن ناگفته نماند که تکبیرات عید سنت است، واجب نیست، برای اینا سجده سهو نیست. دلیل مذهب خودمان سخن عبدالله بن مسعود درست است که حدیث های صحیح آمده است که نماز پیغمبر خدا را عبدالله بن مسعود، ابو موسی اشعری، حذیفه یمانی نشان دادند، گفتند که در رکعت دوم بعد از قرائت تکبیر گفتند، اما 4 تکبیر گفتند. و گفتیم یک چیز دیگر که الله اکبر الله اکبر الله اکبر و کبیر و فراموش شده است. یک سنت اسلام بود، ما متاسفانه برای سهل گرفتیم.
یا که چی فکر کردیم که یک چیزی نادرکار است، این چیز فراموش کردیم. در نماز عید گفتیم تا برآمدن امام در منبر و نماز تا نماز تا برای خطبه و در نماز برای عید قربان در از روز عرفه سر کرده تا ایامی که میناد بعد نماز عصر روز چندم؟ روز سوم یعنی 23 نماز تکبیر گفتن. همین مردم ما مخصوص فکر کرده که بعد نماز باشد. نه، درست بعد نماز ها بعد از صلات گفتنی آمدگی هست، اما چی؟ یا بعد العصر. لیکن همین سنت اسلام است. اصحاب میگویند در کوچه ها میگفتیم. ابن عمر، ابو هریره را علما میگویند که ما میدیدیم در کوچه ها چی میگفتند؟ الله اکبر الله اکبر الله اکبر و کبیرا. وقتی که امام خطبه میخواند خاموش، وقتی که امام الله اکبر میگوید شما گویید، به یک آواز نباشد. یعنی کسی پیش قفا میگوید، یعنی همین سنت باید اظهار شود، آشکار شود. یک سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء و من سن فی الاسلام سنة سیئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. یک مژده، یک خبر خوش. پیغمبر خدا چی میگوید؟ کسی در اسلام یک سنت از بین رفته بود زنده میتونه داشت، ثواب چه میگیره؟ ثواب همه مردمی که این سنت عمل میکنن با ثواب اونا چی شریک میشود. یک خبری خوش، یک الله اکبر الله اکبر الله اکبر و کبیر و گفتن شما زنده شدن یک سنت در کوچه ها میشود. انشاءالله اگر اگر سوالات باشد چی نمیدونستگی ما میگوییم، اگر نباشد انشاءالله نمازه میخوانه فی هده. ما با مختصرا گفتیم که برادر رو خنگ نخرن. برادر رو گفتیم که وقتی عید قربان برابرتر از عید رمضان است، برای همه ما با گفتیم شما نوردیم نشد. خیلی انشاءالله وصیت های حضرت لقمان ما در یک باره یکش سخن میگیم انشاءالله. یکم وصیتش چی بود؟ به خدا شریک نبیار. همین شرک هم مفصل انشاءالله صحبت میکنیم. به خاطر چی؟ خدا در سوره لقمان گفت این الشرک لظلم عظیم. شرک یک ظلم است. ما گفتیم در حق خداوند هم ظلم کرده است بنده. چی گونه در حق خدا ظلم کرده است؟ یک نفر دانسته به یگانگی خداوند ایمان آورده است. با چی گفته است؟ با گفته است که همین فالبین همسایه هم میدونه فقط چی میشود. حالا که خدا در قرآن چی گفته بود؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ای محمد با بنده ها بگو که غیب در آسمان و زمین بجز خدا کسی نمیداند. بجز خدا کسی غیب نمیداند. این چی گفته است؟ این برادر فکر کرده که غیر خداوند همین فالبین انمون که مثل دوملا کمی که نباشد، فلانچه هم بدونه، فلانچه در لین نوروت از گرزنی میفهمد. چری میفهمیدن؟ جین داره یا که دروغ میگوید. اگر چه خدا گفته ایتونست که ای محمد تو بنده ها دگو که در آسمان و زمین غیب هیچ کس نمیدونه. به همین آیت قرآن ایمان داره. الحمدلله آمنا بكل قرآن لم نؤمن ببعض القرآن. او ما بعضی قرآن در ایمان آوردگی نیستیم، همه قرآن در ایمان آوردگی هستیم. وقتی که در داخل قرآن همین آیت هست که در آسمان و زمین غیب بجز از خدا کسی نمیداند، پس تمام هیچ کس نمیداند که پگاه چی میشود. و چی میگویند؟ فلان چه گفته بود که فلان روز میمرد. نعوذ بالله. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ کس نمیداند در کدام سرزمین جانش میبرد. برای همین چی در حق خداوند ظلم کرد. یا که چی خداوند گفته بود که من اسم میتیم بنده ها را. این با گفتگی بود که
اگر همین کار نباشه میمرن گوش نمیدن. هیچ کس گوش نگیده نماده در سرخانه کار از وقتی کار میکردگی تو هم خوبتر خود تماما کار نیست. الحمدلله در سرخانه کنه خدا روزی رسانه. برای این چیزا چی؟ جنجال کردن درست نیست. کسی روزی را از غیر خدا میداند کافر میشه نعوذ بالله. یا اینکه چی؟ و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر بالای تو در یگان بیماری آورد خداوند با خدا خودش او را دور میکند. نره مزار. اون مزار بیماری شما را دور کردن نمیتواند. نره او سنگی که در قلعه حصار است. نره او جلد مزاری که در مرتفع است. از دست اونا چیزی نمیبیرد. اونا بالاخره چی؟ جان خود از دست دادن. قیمتترین چیز خود از دست دادن. البته شاید بعضیان نادرست فهمن گویند که خیر مزار به خاطر دیدن رویم. اگر قصدن خیلی در زمین جرده گناهگار میشوید. پیامبر گرامی چی میگویند؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد هذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصی. انسان وقتی که سفر میکند قصد میکند که یک جا رود فقط 3 جا در قصدش درست است. یا مسجد الحرام، این الحمدلله حاجی را خداوند چی میسرشان گردانید رفتن. یا مسجد رسول صلی الله علیه و سلم یا مسجد اقصی. دیگه جدا انسان قصدن مرخزم بلیت گیرم ماشین گیرم روان فلان دیگه گرد نیست که گناهگار میشوم. اما همه خیلی گذشته به پیش مزارش گذشته، یعنی به پیش قبرش گذشته، فراموش نکنه. چی را فراموش نکنه؟ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافیه. این دعا هیچ ضرر نداره انشاءالله. به پیش قبرستان گذشته این دعا را کنه. شرط نیست دستاتون رو در راهتون ببرید. من یک چیز خواستم یادآور شم که بسیار تأکید میکنم که این مسئله دست برو بردن. برادران همه شما حاضر بوده اکثریتتان. خیلی ما جوانای یاش داماد الله بیادی همینجا چین مصلحت داد ما را. همه تون بوده. گفت که ما رفتیم عراق یک خانه در مهمان شدیم. دستا ما را پیش از سری دسترخوان ششتن همه خیل کردیم. دو بعدی از سری دسترخوان کردن همه خیل کردیم. بعد همه صاحب خانه پرسید که این چی بود؟ بعد گفتیم که خیلی دینی ما همه خیل است. که من از سرم سفید شد این چی را من ندیدم. اگر گوی دینی ما در همه چیز نیست. لیکن اگر گوی عادتی ما من قبول میکنم. نگوی دینی ما در پیش از خوراک خوردن و بعد از خوراک خوردن همه خیل کردن نیست. پیش از خوراک خوردن این خیل میکنن و بسم الله فراموش شدن. بسم الله سنت های بسم الله گفته خیلی. بعد خوراک خوردن الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا بلا حول منا ولا قوه. یعنی دعا هست اما همین علی نیست. و نعوذ بالله چه میگن یا الله اکبر کن. کلمه الله گفتنی گرد نیست. الله گفتنی گرد نیست. الله یگانه کلمه ای که مرادف ندارد. خدا را بیشتر شما من توصیه میکنم که الله گوید. کلمه خدا در دیگر زبان ها مرادف دارد معناش صاحب. اما کلمه الله فقط مخصوص الله است نیست که خیلی کلمه دیگر. همین سخنها را نگفتم الله بیدن جدا. همه تا شاهد بودیم. من این برادر بودم اینجا معرکه بود گفت که همین چیزا نیست. حاجی میرزا گویا نیست قبول نکنه. الله بیدی گویا نیست قبول نکنه. ایشان نوردین گویا نیست قبول نکنه. خیلی برادر گفت کی را گوش میکنیم؟ یا عادت شده ایده بسیار عادت ها را پرسیم رفت یکم میپرسیم میرود. هیچ چیز نمیکنه. باور کنه وقت دار. ما یک کس خودتون مخلص حاجی میرزا میگیره یک کس خودتون مخلص ایشان نوردین میگیره و گپای ما را گوش نمیکنه. 10 بار در همینجا هر دی اوایل گفتن که 740 سال نیست. با کرده است.
شما مخلص نیستی. خفه نشه، شما دروغ میگی، مخلص نیستی. اگر مخلص باشه نمیبرش. همه یک گپش نمیگه اوه استاد ما گفته من قبول میکنم. میگه مخلص نیستی. میبره احترامش میکنه، بو کسلش میکنه، بو گپش نمیگیره. مخلص نیستی. به خاطر چیش ظلم در حق خداوند است. گفتیم از همون چیزا شفا طلب کرده. خدا چی میگوید؟ اگر خداوند بالای تو در یگان ضرر بیاره، اون ضرر فقط خدا خودش دور کرده میتواند. یا باراهی که خدا و پیغمبر فرمودند دور کردنش چی؟ ثواب است. و یک نفر میگه من پیش یک جادوگر رفتم، جینی مرا برآورده و چند هزار جینی دیگه قطعش داشت. جینی کم رفیق شد، قطع جین نمیبرد. لیکن تو از دین بیدی شدی. برای چی؟ برای که باید تصدیق کردی. یعنی باراهی برآوردی جین نکی خدا و پیغمبر بیزار بود از اون راه. اما وقتی که آیت قرآن خواندی خود یا یک کس بالای تو آیت قرآن خواند و او جین برآمد، تو کار چی؟ برای ثواب کردی این کاره. این ظلم در حق خداوند بود. دیگه ظلم چی؟ میدونی که خدا یکه یگانه است، ما عابدیم، خداوند معبود است. با چی کار کرده؟ با غیر خدا را اطاعت کرده، غیر خدا را سجده کرده. نعوذ بالله، الحمدلله ما در بت پرستا نیستن. بت پرستا چی؟ میگفتن که خدا یکه یگانه و بتاشون را سجده میکردن. یا اینکه میگیم ایاک نستعین، همه روزه میگیم خدایا ما از تو مدد میخواهیم، از غیر خدا مدد کنیم. کم تا پوچه مدد کنم طاقت نکردم، مجبور شدم پیش فالبین روم. این درد با اوکران کرخت میشود، خیش تبارات بین شدتش پست میشود، طاقت نکردی. آتش جهنم از این سخت‌تر است. ظلم در حق خودش چگونه کرده؟ ظلم در حق خودش کرده است که گفتیم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. خودش از جنت محروم کرده. این بنده ای که به خدا شریک آورده، پیش فالبین رفته، در گرد مزار طواف کرده، از فالبین مدد خواسته، یا کسی از غیر خدا کاری را که فقط خدا میتواند پسر طلب کرده، از مزار، از چوبه، از سنگ، از خاک، از جادوگر، او چی؟ به خودش هم ظلم کرده. جنت برای او حرام شده است. میگه خداوند ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. خدا چی میگوید؟ خدا نکرده اگر به خدا شریک آوردن بنده ها، عملهاشون باطل میشود. یعنی یک نفر همین کارا را به دلی که باور کرد، همانا را یقین حاصل کرد و انجام داد، او چی؟ به خدا شریک آورده، هر کاری خیری که کرده بود نال میشود، به حساب دیگه به نظر گرفته نمیشود. علما برای که کدام شرک انسان کافر میکند، کدام شرک انسان کافر نمیکند، از دایره دین خارج نمیکند، چی؟ شرک تقسیم کردند. شرک کلان، شرک خرد، شرک اکبر، شرک اصغر. مایرشان چه نزول هستم کسی هست برای مسجد خدمت کنند، یا چیزی مجبوری نیست. چه نزول هستم شرک کلامش چی را داخل کرده گفتن علما؟ یک نفر در گرد مزارها طواف کند، یک نفر گوید که همین فالبین غیب میدونه، من باور دارم گویا به همین. این شرک کبیر کرده است، شرک کلام کرده است. این آدم کافر شده است، نعوذ بالله، از دین بر اومده است، عملای گذشتهش دیگه اعتبار ندارند. شرک معده چی داخل می شود؟ شرک معده اگر دارد با خار کشال کنند، یک کس گوید که برای چی در دروازه تو خار است، گویا که خیلی مانده مردم میگویند این وقت شرک خورد کرده. لیکن اگر گویا که همین زخم چشم میگردانه، من به همین چیز عقیده دارم گویا، او وقت شرک کلام میشود، نعوذ بالله از دین میبرد.
لیکن گویا که همین یک سبب رای میگن همین خیلی اینجا در موندگی باش یا که با همین مثال زنجبیل کشور میکنن در خونه های همه هفته یا نل در پیش کمرزا چی؟ یک چوبی توق و یک تومار هفته کمر 12 تن بار میبره ترکیه در ماشین 80 تن بار میبره از کمر شما را چشم میگیرن کار ندارن دیگه این برای ما هسته کمر جیگولی فرال ماشین ها را ما ندیدیم اون ماشین ها هسته که اینا او وردازدن ما در وزارت تور میکنیم او وردازدن ترکو ماشین 80 تن بار میبره پول بگانی پایز زیادتر نه تومار داشت نه خور داشت نه چوبی تو گفتیم که اگر این چیزی را چی سبب داند یا عادت داند این وقت شرک به خدا کرده است خود اما گویا که نه یقینا مهره چشمی چشم از فرزندم میگردانه خور چشم از حولیم میگردانه نه یه اصلی برکت میباره خانه مده این گفا را گویا چی در این وقت شرک کبیر کرده است نعوذ بالله از دین خارج شده است اما مردمی ما که نمیدانند این چیزا را ما اینا را شرک کبیر را داخل کردن نمیتونیم گفتن به خاطر چی به خاطر که میگه مردم کردن ما هم کردیم اما همین هم عذر نمیشود دیگه امروز قرآن برآمده است آیات‌ها را که خواندیم در قرآن هستند به زبان تاجیکی ترجمه دارند خدا گفته است که کسی که به خدا شریک می‌بیارد جنت برای او حرام کردگی هستند اینا را خوانده فهمیدن در کار مثل قوم حضرت نوح یجعلون اصابعهم فی آذانهم کردن در کار نیست دستا را در گوشا نمانیم شنویدن در کار رفتن در کار گفتن در کار سخن خوب جمع کردن در کار بخصوص پدرها فرزنداتان خود هستند یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا ایان کسانی که ایمان آورده اید شما خودتان و اهل و ایالتان را از آتش دوزخ نگه دارید اهل ایال به همین تعلیم علم با مجبور کردن به عمل صالح بچی از آتش دوزخ نگه می‌دارید حالا خود اصلا مجبور بکنید پیغمبر گفت امرشون کنید مروسی بیا نکن بسنالات و هم ابناء و 7 سنین فرزنداتون در 7 سالگی امر به نماز کنید 17 ساله امر به نمازش نکرد گرد زدن نمیتونه پدر پسر در گرد زدن نمیتونه و ضربوهم علیها و هم ابناء و 10 ساله شد زدنش برای چی بسیم عمل مجبوری شاید برادران خفه شدن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا لا اکراه فی الدین درست انا همون پیغمبر قرآن به همون پیغمبر نازل شده گه قرآن همین سرسری ترجمهش خوندن فهمیدن کسی نمیشود اما اگر چند لا اکراه فی الدین دین مجبوری نیست فرزند مسلمان چون دام مسلمانی داره پدرش مجبورش میکنه عمل دارم و ضریبوهم علیها زنشون گفت درونه چند مراتبه گفتم که درونه دومله‌های محترم اینجا استادای مکتبای میانه استادای شاید دانشکده و دانشگاه ها هستن از شما خواهش میکنم پدر و مادر درون نزنه پیامبر گرامی من کرده است از زدن درون ملا هم شاگردش دروش میزند معلم هم طلبش دروش میزند چی؟ پدر و مادر هم فرزنداشون دروشون میزند برای چیزی ما از آتش دوزخ نگاه نکرده ایستادیم فرزندان را بهانه گفته ایستادیم ما شرایط نداریم شرایط این رو دیست برماده شرایط در کار از خانه در خوابی بچه امر معروف گوش کرده ایستاده است او چی بهانه میکنی؟ بچه مکتب میانه خواندگی یک کتاب میخونه شما گوش میکنه فرزندای دیگریتون گوش میکنه شما کلانتر هسته بعد کلمه های اسلامی را که فرزندتان نمیفهمد شما چی میفهمانش بچه تا که مسجد وارایی باشی میفهمد انشاءالله اما شاید همین جوانا هستن بین خدمات همه خدمات بعد یک دیگر باید که خیلی کلانتر شود کودک چی بین مردم نمیگردن نه همین گپ دشمنان اسلام است کودک در بین کلانا گشته آداب یاد میگیرد اخلاق یاد میگیرد کودک ها را بین تاقه باشن چی کار میکنن یک جای با کلانا باشن چی کار میکنن و گفتیم شرک خورد چی؟ دو تقسیم می شود شرک هست آشکارا شرک هست پنهانی شرک آشکارا همین مهره چشمی همین چوبی تو این همین یک چی
یک شوخی گوه خره آورده در دروازه کشول کردن، نل زدن، فلان چیزا. اینها خار و چشم مهره چشمی و زنجبیلش ایش از آتش پرستا گذشته گیر. نعلش و در درخت ها لطه بستنش ای مسیحی ها با ما نقل شده گیر. این دینی ما نیست، این سنت رسول صلی الله علیه و سلم نیست. از این چیزا خودتون دور گیریم. یک شرک هست میده در دل ما جا شده گیر، پنهانی. او را چی میگن؟ ریا. یک کار میکنه که مردم دانن، مردم گوین که فلانچه بسیار کارهای خوب کرده شده به خاطر مردم. ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر قالوا وما هو قال الریا. پیغمبر گرامی که از همه چیزی که من سخت بر امتم میترسم این شرک خورد است، میده است. گفتن چی است پیغمبر خدا؟ گفتی و ریا است و در قلب مردم جا گرفتگی است. یک چیزی هست در دل مردم است، میخواهد که دانند مردم همون چیزه. حالا گفتیم خدا چی میگه؟ فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. وصیت حضرت لقمان به پسرش بود ای پسرم اگر اون کاری تو میکردگی به اندازه خردل باشد، در نقد سنگ باشد، در آسمان و زمین باشد، خدا او را نشان می‌دهد. منت نکنه، ریاکاری نکنه. انشاءالله اگر شما خواهید که خدا داند میداند، اگر شما بگید که نه خدا ندانه مردم دانه او چیز از ضایع میشود. بسیاری ها بودن که برای خدا نکردن، برای مردم کردن، نامشان نیست شد. اما بسیاری ها بودن برای خدا کردن و مردم ندانست، صدها سال ندانستند، در صدها سال بعدش آمدن مردم او را ذکر کردن. یأتی بها الله، خدا به اونا را میبیارد همشه انشاءالله. جد برادر خودش کردم که درباره خودکشی کردن یا درباره قتل عموما خودکشی نه، برای که انسانایی که زناشون هم میکشن. اولش خداوند چی؟ به خاطری که این خودکشی از بین رود، به خاطری که قاتل همین از همین کار دست کشه، کسی که نیت داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. خدا چی گفت؟ قصاص گرفتن فرض. یک کس کش برای ولش میکشیدش. برای چی میکشیدش؟ برای که دیگر رو نکشد، برای که ترس که اوه ما حیات یک انسان از بین بردم، جزای منو از این دنیا رفتن بوده، جزای منو مرگ بوده، من برای جنایت دست نزنم. میگن که اسلام قانون نعوذ بالله، قانون ظالمانه برآورد. این قانون عادلانه است. او را کش ظلم نکرد، چرا یا میکشتن ظلم نشده؟ نه، انا همین گویم که میکشم و بل نمیکشد دیگه. این قانون عادلانه میگویم. ظالمانه را میگن که یک از یک کشته میبرن 2 سال بندیش میکنن. انا این قانون ظالمانه میکنن. قانون عادلانه است انشاءالله. دیگه دست نمیزنن، فرزنداشون را نمیکشن، زنها را نمیکشن، یک کس کشته در کوچه نمیپرسن. اجتنبوا سبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. پیامبر گرامی چی گفتن؟ از 7 گناهی که سبب هلاکت شما می شود چطور گفتن؟ خودش انسان باید دور گیرد. انسان باید از 7 کاری که سبب هلاکتش می شود خودش دور گیرد. یکیش چی بود؟ الشرک بالله، با خدا شریک آوردن انسان هلاک میکند. و سحر، جادوگری انسان هلاک میکند. جادوگرها حد الساحر قتلوه بالسیف. حضرت عمر بن خطاب میگوید ساحر جزاش به شمشیر کشتن است. برای چی؟ این خانه چند کس ویران میکند. سوم چیزی که سبب هلاکت انسان میشود و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. کشتن یک انسان
یک انسان کشتن برای قاتل سبب هلاکتش شده. خدا او را در آتش دوزخ می سوزاند. و اکل الربا، پرستن خوردن، و اکل مال الیتیم، مال یتیما را خوردن، و تولی یوم الزحف، روز جنگ پشت گردانده گرفتن، از مادر، از زمین، از خانه، از فرزند دفاع نکردن، از مال از دین دفاع نکردن، پشت گردانده گرفتن، این هم سبب هلاکت انسان می شود. دیگر چیز تهمت کردن زنها. نسبت به زنها بسیار تهمت ها می شود. شانتاژ میگیرن، مانتاژ میگیرن، شانتاژ ها می شود. زنها را چی تهمت میکنن. یک کس کوچه در گذشت نعوذ بالله میگن که فاحشه است، نگوی گپارا. شریعت 4 شاهد مقرر کرده. اگر 3 شاهد یافتی دعوا کردی تو را جزا میتین. تو یگان شاهد نداری با گردن بلند نگیره فاحشه است، نعوذ بالله نگوی. این همین که قانوناش خطی اسلام مردم را جمع کرد. اسلام مصلح است، اصلاح میکند، مفسد نیست، فساد نمیکند، زیاد نمیکند، تفاصیل دارد. خدا نکرده یک نفر قتل کرده بود، خواه زن شفا کسی دیگر است، چی باید کند؟ انشاءالله وسعت رحمتی کل شیء. خدا میگوید که رحمت من فراگیر همه چیز است. ای قاتل، ای کسی که به این جنایت دست زده، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ای پیغمبر، خدا میگوید بنده های ما در هستم که من غفور هستم، مهربان هستم، مغفرت میکنم گناه ها را. او چی کار کند؟ توبه کند. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم یک مویسفه آمد، شاید من شما را بارها نقل کرده باشم این چیزا. میگویند به حد پیری رسیده بود که پاشهایش، ابروهاش بالای چشم پوشانده بود. استادان هم نمیتونست در دستش یک عصا آمد و پیش پیامبر گرامی را ایستاد. گفت که ای پیامبر گرامی، آیا یک نفری که صدها کس کشته، صدها زنا کرده، صدها تهمت و دروغ و صدها نیرنگ و فریب و غصب و غارت کرده، باز هم یگان چاره دارد، یگان دستمایه دارد، هنوزم از یگان چیز امیدوار شود؟ چی گفتن پیامبر گرامی؟ هل اسلمت؟ آیا اسلام آوردگی هستی تو؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. که من گواهی میدم که خدا یک یگانه است، تو پیغمبری. گفت تفعل الخیرات و تترک السیئات فیجعلهن الله لك خیرات کلها. تو حتما کارهای خوب بسیار کن، کارهای بد ترک کن. این کارهای بد گفت انشاءالله بالای او کارهای بدی تو را میپوشاند و خداوند او شرهای تو را به این سبب این خیرات نیست میکند. از این که از این منبر، از این که از این بلندگویک هزارها کس تنقید کنه، راه حل نشان دادن در کار. با تنقید کار پیش نمی رود. اگر شراب خورد توبه کند، اگر قاتل بود از زنش کشته توبه کند، اگر دروغ گفته توبه کند، اگر فریب و دزدی کرده توبه کند، اگر غری کرده توبه کند، اگر بی نماز بوده توبه کند، بی روزه و بی حج و بی زکات بوده توبه کند. این راه حل نیست. از این که از اینجا نماز بگه کافر الله کافر الله کافر الله کی مسلمان است؟ نمیشه. این راه حل نیست. مسلمان هستند مادامی که خدا را یکتا یگانه میدانند، مادامی که به خدا شریک نآوردند، به گفتگی های خداوند ایمان دارند، اگر چند عمل هم نداشته باشند. یکی چی کردن نکن؟ گفتن است که برادر این به صلاح کار توه، این کار به تو سود میبخشد، از این تو چی خوبی نمیبینی، نه در دنیا نه در قیامت. در دنیا جا زندان، در قیامت هم جزات میگیری. برای همین چی
انشاءالله خوب باشه. نحن لا نكفر احدا بذنب من الذنوب ما لم يستحله. حتی همین شرکیاتی که هستن اینا حلالشون نمیشه، ما برای همین ما اینا رو کافر نمیگیم. برای چی؟ برای که بود یک صحابی اومد پیغمبر خدا امر معروف کردن، صحابی که ما شاء الله و شئت، گفت چی خواست خدا و تو؟ پیغمبر در برابر خدا شریک قرار داد، لیکن بیچاره نمیدونه. پیغمبر خدا چی گفت؟ حدیثش گفت که قل ما شاء الله وحده، بگو خدا خودش چی خواسته. اگر گفتنی باشه بعد از آن گفت، اول خدا بعد از آن تو. خدا و تو گفتی نعوذ بالله با خدا شریک آورده. ما به همه عقیده هستیم. عقیده امام ابو حنیفه، عقیده امام مالک و امام شافعی، امام احمد. ابو جعفر طحاوی در کتابش جاش داده نحن لا نكفر احدا بذنب من الذنوب ما لم يستحله. ما کسی را به کردن گناه تا وقتی که گناه حلال نشماریده کافرش نمیگوییم. برادر ماست، مسلمان است، اما توبه باید کنند. توبه نصوح. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ایان کسانی که ایمان آورده به درگاه خداوند توبه ببرید. چگونه توبه؟ توبه نصوح. توبه نصوح چی است؟ الندم على ما فات، الاقلاع عن الذنب في الحال، عدم المعاودة في المستقبل. پشیمان شدن به کارهایی که در گذشته کارهای بد کرده بود، پشیمان شدن برای چی کارهای خوب نکرده بود. حاضر از کارهای بد دست میکشه، در کارهای خوب دست میزند. در آینده به او کارهای بد چی دست نمیزند. اینه توبه نصوح میگه. از کارهای بدی که در گذشته کرد پشیمان میشود، حاضر از این کار دست میکشد، آینده را در همین گناه بر نمیگردد. توبه کرده، خودش پاک کرده. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل کسی که گناه نکرده است. توبه مسیحی‌ها کرسی دارن، کریستیان‌ها پاک میگه کسی را بیگناه اعلام کنه بیگناه اعلام نکنه، کسی را گناهگار کنه گناهگار. ما نداریم، ما خدا داریم. این دین ساختگی نیست، این دین خدا است. چی خیلی که گفته باشد، امر کرده باشد، ما همه خیلی میرویم. ما نه یک کس تزکیه دادن میتونیم که از همه خوب است، نه یک کس گفتن میتونیم که از همه بد است. والله اعلم. آنچه که ظاهر است ما ظاهرش دیده بهاش میگیم. برای همه چی توبه را در قاضیان نمیکنند، توبه را پیش ایشون دامالود نمیکنند. خودش مسلمان مسجد که آمد و قلبش پشیمان شده. الندم توبة، حدیث صحیح است. پشیمانی خودش توبه است. این پشیمان شده از کاری کردنش، انشاءالله چی توبه کرده است. الحمدلله مردی ما در این چیز هست میگه همین کار من چی باید نمیکردم. اما آدمی که به گناه دست داده است و توبه نکرده است و توبه کردن یعنی فقر نکند، البته او را چی ما میگیم ها مرتکب گناه شده است. لیکن توبه کننده از گناه مثل کسی که گناه نکرده است. انشاءالله وقتم رسیده. خیلی خیلی خوبه. مشکلم اونایی که اکی یکم مرتبه نیت نمیدونن، نیت کار دیلن، همین رو به طرف قبله ایستاده الله اکبر گفته، سبحانک اللهم خونده، الله اکبر الله اکبر الله اکبر بگه، الله اکبر قرائت کردن، بعد رکوع و سجود کردن. میشه در رکعت دوم ده گفته که پیش از قرائت هم تکبیر هست در مذهب ما، بعد از قرائت هم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد قرائت رکعت دوم. یکی قرائت بعد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد چهارمش تا چی الله اکبر رکوع، پنجمش تا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. پیامبر گرامی میگفتند که کسی که کار دارد، کسی که میخواهد بشیند ما خطبه میخونیم، اما کسی که نمیخواهد اختیاری است، یعنی خطبه نمازی مستحب است. انشاءالله ما خطبه میخونیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. صادق ترین سخن خدا در قرآن چه میگوید؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. در این کتاب شک نیست. فإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اگر شما شک داشته باشید که این قرآن چه از جانب خدا نیست، مثل همین یک سوره قرآن شما هم سوره بیاره. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. بهترین هدایت رسول است. خدایم پیامبرش تزکیه داده میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اگر شما میخواهید که زندگی خوب داشته باشه، زندگی که محمد صلی الله علیه و سلم کرده. و شر الامور محدثاتها. بدترین کارهای هستند که بد میشوند. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی کاری کند که پیامبر گرامی میگوید ما نکردیم او قابل قبول نیست.